سلام چطوری بچه‌ها؟ من خوش اومدیم به یک ویدیوی جدید. امروز اومدیم نمیدونم کجا می‌خوایم بریم. می‌خوایم بریم که شلوغ باشه چون امروز خلوته. میدونی شما میدونید که تو خلوت خیلی دوز است و الان می‌خوایم بریم یه جایی که یه جایی که شلوغه. می‌خوایم بریم یه ویدیو براتون بگیریم ببینیم جای جدید اون باشه و میخوام براتون ویدیو بگیرم و خوشحال میشم که شما یوتیوب منو سابسکرایب کنین و زنگوله رو هم بزنین. لایک اکانتم یادتون نره کامنت ها رو همه رو میخونم و همین الان بریم سراغ همون جایی که شلوغه. Let's go. الان ما میریم. خب ببینیم ما الان میخوایم بریم همونجا و تقریبا دیگه فکر کنم نزدیک اونجا شروع بشه چون اینجا سپاهانشهره. محلش هم تقریبا خیلی نزدیکه، دوره هر دوشونه و الان یه جای شلوغ میخوایم بریم تا من یه ویدیو خیلی خوب براتون بسازم. از ادامه ویدیو همراه ما باشین. فعلا من فعلا شون اینجا به اشتباهی گفتم، مثلا همین جوری میگیرم تا همون جایی که میخوام برم. تجربه بسیار خوبی باشه اون جایی که میخوام بریم و دیگه داریم میرسیم. اینجا رو راستی نشونتون بدم. اینجا الان خودم اومدم یه خورده دور گفت داریم بریم. ماشین ها رو ازم تقریبا ما میاییم ماشین هر طریقه با هم رفت آمد. آره دیگه بریم تو هر شهری و هر تو محله ماشین ها خیلی زیاده و ماشین که زیاد هست. بعدش هم حالا که هست داریم میریم همون جایی شروع رو براتون بگیم. اینجاست یه شلوغ هم باید پیدا کنم. اینجا خلوته. اصلا بریم بچه تو این پارکو یه ویدیو براتون از این پارکو بگیرم. خب ببینی الان ما دیگه تقریبا داریم میرسیم این پارکه. دیگه رسیدیم اصلا خب اینجا چمن هستش و بذاریم اینجا رو براتون بگیرم. اینجا رو نگاه کنید. انقدر چمن این درخت ها رو نشون بدم خیلی زیاده. فاصله زیاد خیلی. تو این پارک کوثر زارخونه ها میریم. اینجا میبینید اینجا اونجا میبینید که اونجا هم آب سبزه ها درخت ها رو فقط بمانم نخواه. میریم اینجا هم نشون بدم. نگاه کنید اینجا هم زیاد دوره ولی خودم سعی میکنم با حال در بیاد دیگه. حالا چیکار ویدیو است که داریم میگیرم. اینجا آب نگاه کنه خوب جو به من نخواد این آبه. درخت ها هم نشونتون بدم. اینجا تقریبا خیلی اینجا درخت داره. اون پارک سپاهانشهری که بری شب تو ویدیو اول بررسیش کردیم اونجا میگم اونجا یکم خیلی از این درخت، یعنی همینجا خیلی درخت داره، همون پارک سپاهانشهر خیلی درخت داره. حالا من یه جلوم رو یه آب رو هم میخوره. اینجا رو نشون بدم. اینجا که تقریبا خیلی خوبه و بالاها خب اینا هم خیلی باحالن خوبه. من راضی بودم ازش. خب الان بریم اینجا نشون بدم بهتون. یکم بچه یکم بریم جلوتر اونجا رو نشون بدم. اینجا خیلی نزدیک هم بریم. منیم اینجا دور خواستم یه خفن بار کوتاه بهتون نشون بدم. خب این ور اومدیم اینجا هم خیس ها
شلوارم هم خیز باشه و اوی خیلی برده نشون بدم اینجا رو بهتون. این درختشه که برگردم عقب روادتون کنم به دار عزیز. اینجا میبینید که معمولا چیزه خیلی بالی تو این درخت در اومده. یعنی اینجا هر روز این آبا رو وصل میکنن تا به این درختایی که شهرداری دستور میده تو همه پارک درست بسازن دستور میده. اینجا هم صافش اینجا رو یعنی اگه هرکی لباسش در بیار معلوم ببینن شن خیلی زایی است. من بدم خودم لباسمون در بردم یه جای دیگه توی شهر دیگه از اینجا رفتم. خیلی تجربه بعدی داشت و تجربه خوب بد رو کنید. اینجا رو نگاه کن. خب الان میریم اینجا. الان تقریبا خب اینجا نشون بدم بهتون. خب الان رسیم خوبم رسیم و من الان میام نشون بدم اینجا رو بهتون. سطح خالی تقریبا همینجاست. بعدش هم با یه 3 تا دیگه بگیرم دیگه میریم. سه باشم میریم بیرون دیگه. معمولا دیگه میریم مثلا جا مثل شهر بازی، رستوران، پارک آبی، استخر. حتی خودم هم تو استخر باید دوبی آب بخرم برم تو استخر. بعدش هم که دوربینم تموم شد دوربینه که فیلم ازش گرفتم بفتم تو گوشیم بعد تو گوشیم تو یوتیوب هم بذارم. اینجا خیلی جای خوبیه. اینجا دوست دارم. اینجا اونجا رو نگاه کنید. اینقدر جای خوبیه. به دردم چون کارهایی هم میخواد. نگاه کنید اینجا رو. خیلی جای مناسبیه برای این باگوزه. فقط به درد شق سواری و این چیزا میخوره. یعنی فوتبال تو این پیاده راه نمیشه بازی کرد. یا اگه فوتبال بازی کنیم یا توپتون میخوره به این خاکا بعد اذیت میشه. بعدشم یهو میگن اینجا فرار میکنن میرن یه جای دیگه فوتبال بازی میکنن. اینجا رو نگاه کنید. بالای درختا کنید. بیام پایین. اینجا رو ببینید ماشینا. خب بریم یکم اونجا تا اون حالا بریم این ور. اومدیم من تا حالا اصلا این ور نمیرم چون اینجا مرد زیاد هستن. میبینن که اصلا چرا میای اینجا ویدیو میگیری و دخالت میکنن به کارا. و هم میکنم مثلا هر کی میاد اینجا ویدیو میگیره که میگه آقا چرا آخه اینجا ویدیو میگیری. خب اینجا اینجا جای خوبه برای ویدیو گرفتن. خب بعضی که مثلا گوشی دستشونه دارن ویدیو میگیرن این حرفا رو میزنن. اینجا رو نشونتون بدم. خفن اون ویدیو قسمت دومی که دفعه اینجا نشون بهتون ندادم ولی الان اومدم اینجا رو بهتون نشون بدم. این ویدیو اینجاست. البته این 4مین ویدیوست. 3مین ویدیو رو دیشب گرفتم. پریشب هم 2 تا ویدیو گرفتم.
اولین ویدیو ساعت 11 صبح توی اون پارک سماهشهری که شب بررسی کردیم لایک کنید برید ببینید، کلیک کنید، وقتی ویدیو تموم شد برید ببینید. جام جای خوبی بود برای گرفتن و این بالا رو میبینید. من یکم میگم دور اینجا رو نشونتون بدم. خیلی جای خوبی، من دوستش دارم. چرا کنیم اینجا رو خیلی با احساس و آرامش. بله خب نگاه کنیم، من قطعا دقیقا چیزی بهتون بگم. تقریبا اندازه ای که اینجا میخوره فقط همینجاست. اینجا ویدیو گرفتن خیلی زیاده. شاید این ویدیو خیلی قرار طولانی بشه، من سعی میکنم که ویدیو رو طولانی تر اینجا کنم، چون اینجا خیلی پیاده راش، چون اینجا تقریبا 3 تا دونه پیاده رو داره تو این پارک کوثر و پیاده رو از اون فاصله دور که من از اونجا اومدم تا اینجا از اون و خیلی فاصله داره، ولی از اونجا هم یه چیزی اومده پارک کرده که نمیدونم چیه. حالا بعد میریم نگاه میکنیم این چیه. بعد هم داروخونه و کوثر هم بهتون نشون میدم، اونم لذت ببرید. و الانم داریم میریم، الان میریم به سمت اونجا. حالا میریم اونجا ببینیم چه خبره. تقریبا بهتون نشون بدم که اینجا خیلی شلوغن، یعنی هر روز اینجا بازه، معمولا خیلی زود صبح اینجا باز. من خاکا برم ببینم چه خبر از این بر برم. اینجا رو هم بهتون نشونه، اونجا جاده خاکی خیلی خوبی داره. از این جاده خاکی هم نشونتون بدم. اینجا نگاه کنید، جاده خاکش خیلی خوبه. اونجا نشونتون بدم، اونجا بالا هم اینجا. خب بعدم میبینیم اینجا رو. میبینیم بگیم میبینیم از برای همین جاده خاکی که تقریبا همتون نشون میدم و بکنم یه خیلی جاده خاکی طولانی داره، خیلی طولانیه. ولی خب دیگه جاستی. خب منم مجبورم بگیرم ویدیوشو بگیرم اینجا رو. حالا میگیرم یکم باحال لرده به اونجا، چون اینجا خروجه نمیدونم چی از این زدم خب حالا بسته اینجا رو نشون دیدم. این گلا خیلی خوبم. اونجا هم یه جای خیلی شلوغه که از یه پارک میگم خورم دارم میگیرم. خیلی باحاله انگار اینجا، من اینجا دوست دارم، خیلی خوبم داره. برگردیم یکم بریم بالاتر تا از اون ببیشیم بریم اونجا داروخونه هم نشونتون بدم. بعد اونجا راه کوثر میتونم بدم. از ادامه ویدیو همراه ما باشین تا برسیم به اون داروخونه که میخوام نشون بدم. یه ذره فعلا بچه ها الان رسیدیم اینجا خوب. اینجا رو نشونتون بدم. سعی کنم از این ور یه لحظه بیام، از این ور بیام تا اونجا رو نشونتون بدم. ببینید یه جایی به نسبت مناسب خوب. اینجا خوب سایه است، اونجا خیلی گرمه. من چون تو گرما ویدیو بگیرم امروز تو گرم هستم. ویدیوی دومی که گرفتم ویدیو 4 ویدیو دوم اصلا من تو سایه ویدیو گرفتم. تو ویدیو اول و سوم و 4 گردم 4 میگیرم به گرمی، یعنی یه ذره اینجا خوب سایه است که دارم میگرمه. اون شمانا رو نشون بدم بهتون و خوبه، جای خوبیه. حالا اینجا برای جای مثلا پیکنیک اومدن و مثلا چادر زدن اینجا خیلی مناسبه اینجا برای این چیزا. و من بعد کفشام هم خیلی چیست داشتم میمادم یه پام خورد به اینجا با وحشتناک‌تر اینجا بود. چند رو نگاه کن اینجا بزنم بالا
بالا این پایین ها بیام. خب اوکی دیگه الان دیگه تقریبا اون را که میخوایی نزدیک شدیم دیگه من حرکت کنم با اون سمت زاروخونه. حتما اونجا میشین اون داروخونهشه، داروخونه شبانه روزی شهدا. اینا مثلا یه کار دیگه حالا این میبرم بپیشیم. من میخوام از اون برم یاد خاکیه برم بالا. خب و من نمیدونم حالا فعلا کجا برم یا نرم. یکی میخوام برم یا نرم یا به درد این کارا بخور. آره دیگه تقریبا همینطوره. اینجا برم بذار نشونتون بدم. واقعا اونجا خوابیده خستن. از آدم که جایی ندارن بخوابن میان اینجا میخوابن یا به خوابیدن هم داره. و الان هم اینجا رو نشون بدم. من از اون بالا برم به سمت خونه. و الان خونه دیگه تموم شد و خیلی خوب بود و خوشحال میشم که یکی من سابسکرایب کنید و لایک و کامنت کنید و من کامنتاتون رو بنویسید و میخونم کامنتاتون رو. پس با ویدیو بعدی فعلا.